گفتاری 17 رساله پرارزش. اینک پس از معاینه آبکنی‌های بردوام، عصبانیت‌ها، گوشه‌نشینی‌های طولانی، پس از روبردارکنی‌های مشکل، نهایت کار علمیم را به اتمام رسانیدم. مشکل بود. بعضاً سرم شکم مدیر فرما بر این ورم میکرد. در رگ و پایم چون در وجود گوسفندان کالخاز مدار نمیماند. خیریت که همین اقتباس بوده است، نباشد خدا میداند رسالم را به انجام میرسانیدم یا نه. گپ بین خودمان یگان 70% میدان رساله را اقتباس اجاره گرفته. گفتند که پسر چگونه پدر نمونه. آخر راهبر کار علمی هم میدونید که ها درست خودش یعنی پردان اقتباسی. اینجا دیگر حاجت بحث نیست. نام رساله هم نیست، بسا پردبدبه و عالمانه. ظهور معنی‌های جدید چیستان‌های مردمی در شرایط ظهور دموکراتیا. زورا دانستماند که انتخاب موضوع نیمی کامیابی. اینک پاره از کار نامزدیم را به دقت شما هواداران من بر این بیابان‌نوردان جوان علم حواله کرده برایتان صبر و تحمل تمنا میکنم. کلاسیکان مارکسیسم لنینیسم تاکید کردند که با مرور زمان بعضی اشیا خصوصیت تازه به تازه خود را آشکار میکنند، مضمون و مندرجه نوین پیدا میسازند. ما این را در مثال چیستان ها اثبات کردنیم. معلوم که هر یک چیستان جواب میطلبد آنچنان که خر یک رو کلتک، و جواب از مضمون خود چیستان برمیآید آنچنان که مقدار کلتک از درجه یک روی خر. همین که چیستانی را گفتیم، زود این یا آن مضمون یا اشیا به خاطر کس می آید. مثلا جواب چیستان زیرین را یابید. همه را می پوشاند، خودش اوریان. البته سوزن می گوید هی خوابتان را به آب گوید. این جواب پاسخ سالهای دهان بستگی زمانی رکود است. شاید بگوید که در کتاب همین خیل نوشتگی. در کتاب ها چی های می نویسند؟ مثلا من کتاب دارم که در آن روس و تاجیک و قزاق و آذری و ارمنی زیر بیرق سوویتی مثل یک جان و تنم نوشتند. آن طرفش را خودتان فکر کنید. وابسته به ظهور دموکراتیا چیستان بالا معنای تازه پیدا کرده. اکنون جواب آن نه سوزن بلکه پختکار است. بی‌غرضانه کمتر مغز سرتان را کاوش دهید. کدام جواب امروز به حیات واقعی نزدیکتر؟ البته جواب دریافته ما انیقترش کشفیات ما. سالهای سال با چنین جوابها خود را فریب دادیم، تسکین دادیم. کفایه. اکنون باید اصل اشیا را دریابیم، دقیق باشیم. باز یک مثال، در آب تر نشود، در جرجر نشود. میدانم جوابش را سایه خواهد گفت، خودتان سایه. لیکن اگر سالهای پیش جواب این چیستان را سایه نمی گفتید، سایه تان را از دیوار می تراشیدند. امروز مرحمت، جواب اصلی آن حزب حاکم. باید بگویم که کار علمی بنده از چنین کشفیات بی‌غرضانه لبریز است. آره، ما غرضی نداریم الا افشای حقیقت حال و کشف و دریافت دردانه ها علم. با امید آن که روز حمایه و شما حمایتگر و هواداران من گشته با دستگل ها سرفرازم می سازید، در پایان چون مشت از خیروار باز چند از کشفیات خیش را به دقتتان حواله کرده با همین سخن را کوتاه می کنم. صندوقچه زلبیا خود بندک و خودکشا، قاش و قواق سردار، از اسب بلند از سگ پست، نرخ و صفت مالهای خودی، یک صوفچه 5 بیبیچه، بسیار حزبی، یک تنور پرکلچه نه در دارد نه دریچه. کمونیسم، شب و روز راه می گردد از جایش نمی جنبد. سوسیالیسم مترقی، خودش نمی بیند به دیگران راه نشان می دهد. سردار بی سواد، آسمان هفتم در کف دستم، اقتباس از وعده های دیپوتات شونده. مغزک درون چوبک، چوبک درون اردک، اردک درونی پوستک. منصبدار و خیش و تبارش. سلامت باشد.